این مسابقات اشتراک کردیم. این مسابقات ما جام شهید ارمشای مسعود بود که از طریق سازمان اکتشافی جوانان و ورزش راه اندازی گردیده بود که عاملیت ورزشی ما سال و فال در این مرحله هم داشتن و ما به خاطر از اینکه وقت کم است پروگرامی که امتیازهایی که به تعداد 8 کلاب در این رقابت اشتراک کرده بودن که 100 نفر ورزشکار رقابت کردن که تا بالاخره مقامای اول دوم کسب با همکاری همیشگی ما مسئول اکتشاف سازمان اکتشاف ورزشی شما ورزشکاران مقام اول میگیریم. بردبار مطرح نباشه، هدف راه اندازی این مسابقات دوستای عزیز ایجاد کننده روابط، محبت، صمیمیت بین کلاب ها است و گذشته از او تشویق جوانان با آدرس ورزش است، نه به طرف رو بردن به مواد مخدر. مقام اول تیم کهکشان از آدرس پلیس مردمی برده، سایر دوستان مقام اول دوم و سوم را کمایی کرده. برای تیمایی که مقام اول دوم و سوم کمایی کرده مبارک باشه به همه شما. ولایت افغانستان برنامه مشترک پلیس و مردم به آن داخته که یک سال شما و به سال آینده انشالله که ایران در و ادامه پیدا کنیم. وقت نمیگیریم گپایی که بود محترم مدیر صاحب براتان تشریح کرد و گپای ما را برای شما گفتن و فقط همین قرار میگم که هدف پروژه‌ای است که مردم با پلیس یک جا شود. فاصله که در بین مردم و پلیس ایجاد شده از بین برده و مردم با پلیس همکار باشند تا یک امنیت سراسری داشته باشند. شماره 119 پلیس شماره است که شما را یاری میبخشد به اینکه با پلیس همکاری داشته باشین و با پلیس همکاری کنین. هر وقت میتونیم با شما تماس بگیرین. هر عملی که غیر قانونی باشه شما او را ببینین و او را کشف کنین. میتونن با پلیس همکاری کنین، با پلیس تماس بگیرین تا حادثه باشه، تا فساد باشه از جلوگیری شده و پلیس ما شما را